بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت عزیز و بزرگوار ایران، بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم. در این ایام روبرو هستیم با روز معلم، سالروز شهادت شهید عقلانیت، شهید تعلیم و تربیت آیت الله شهید مطهری و تبریک میگم روز معلم خدمت معلمین عزیز به عنوان گروه‌های مرجع اصلی مردم، گروهی که به هر حال مردم در زمانهای مختلف به اونها اعتماد دارن، مراجعه میکنن برای مسائل مختلف و همینطور روز کارگر گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم این روز به کارگران سختگوش و تلاشگر میهن اسلامی ما. فرصتی است که میتونم صریح با مردم پیرامون مسائل کشور، چالش‌های پیش رو و راهکارهایی که برای برون رفت هست صحبت بکنم. من پدرم کارگر معدن بوده. این ایام چون روز کارگر هست، خب به هر حال به صورت طبیعی گاهی اوقات در این ایام فرصتی پیدا میکردم، خدمتشون میرسیدم، تبریک میگفتم. اونهایی که با کار معدنکاری آشنا هستند میدونن یکی از دشوارترین کارهای کشور و حتی در سطح جهان کار معدنکاری است. معمولا مردم ما معادنی دیدن که به اصطلاح میگن معادن روباز، از روی زمین کار میشه، باز یه مقدار کار آسانتر هست. معادنی که در عمق زمین هست و کارگرها برای استخراج مواد معدنی باید به تونل‌های کوچکی در زیر زمین برن، در اونجا انفجار انجام بدن و بتونن سنگ معدن استخراج بکنن. کار معدنکاری از هر نظر کار مهمی است و در واقع انسان با سختی‌های زندگی و دشواری‌ها بیشتر آشنا میکنه. میدونه که راهکار عبور از مشکلات، راهکار رسیدن به ثروت، راهکار رسیدن به روزهای خوب عبور از سختی هاست و این در واقع در فرهنگ ما به ما اینگونه آموخته است که اینجور نیست که بشود به سادگی از مشکلات عبور کرد. معدنکاری این فرهنگ در زندگی به وجود میاره که انسان با سختی ها، با مشکلات باید کنار بیاد، با اونا باید زندگی بکنه و بتونه برای برون رفت از اونا راهکار داشته باشه. من توفیق داشتم در دوران دبستانم و دبیرستانم، خصوصا دوران دبیرستان در سیرجان، با معلمی آشنا شدم که در این روز معلم یادش عزیز می‌دارم که در زندگی من تأثیر تعیین کننده‌ای داشت. شهید نصیری لاری برای همه انقلابیون قبل از انقلاب، برای همه مردم سیرجان و استان کرمان و استان فارس، شهید نصیری لاری چهره آشنایی است. دور اول نماینده مردم لار شد، در انفجار هفت تیر شهید شد. اون در دوران دبیرستان معلم در سیرجان بود. ما رو به سمتی هدایت کرد که با امام آشنا شدیم، با انقلاب آشنا شدیم، با راه مبارزه آشنا شدیم، با اسلام رحمانی آشنا شدیم که اون اسلام محبت بود، اسلام دوست داشتن بود، اسلام صمیمیت بود. در دوران دانشگاه در کرمان در مبارزات دانشجویی با دانشجویانی همراه شدیم در مبارزه که برخی از اونها امروز در بین ما نیستن، شهید شدن، برخی مسیر دیگری انتخاب کردن، برخی همراه هستن و این مسیر طولانی رو تا الان با هم طی کردیم. در اون ایام من در مقابل مسجد ملک کرمان هدف گلوله قرار گرفتم. با زخمی بودن مدتی متواری بودم. به فضل الهی سلامت به من بازگشت و توانستم مجددا در خدمت باشم که بتونم برای کشورمون کارهای بزرگی بکنم و کارهای مهمی انجام بدم. با پیروزی انقلاب به دلیل اینکه فکر میکردم درد فقر و محرومیت در روستاها بیش از جاهای دیگر هست، در روستاهای شرق و جنوب شرق کشور بسیار زیاد هست،
به منطقه بم رفتم قبل از اینکه امام جهاد سازندگی رو تشکیل بده. با گروه دانشجویان سعی کردیم در حد وسع و توان خودمون یک گروه بودیم به روستاییان کمک بکنیم و در سال 59 اولین مسئولیت حکومتیم در واقع مسئول جهاد سازندگی جیرفت بود. فکر میکنم که در اون دوره ما بیشتر به این آشنا شدیم که کار گروهی چگونه باید بشود، چگونه میشه به مردم بی‌منت خدمت کرد، چگونه میشه با درد و رنج مردم همراهی کرد و حل کرد مشکلات. من 2 سال بیشتر جیرفت نبودم و این 2 سال در جهاد سازندگی کار کردم. بعد مسئولین تصمیم گرفتن من بیام مسئول جهاد استان بشم. اومدم در استان کرمان کار کردم. دوستان جیرفتی وقتی که سال 1363 انتخابات شد از من خواستن در جیرفت کاندیدا بشم. من جوان 27-28 ساله‌ای بودم. گفتم که به چه دلیلی شرایطی مردم بالاخره باید بشناسن خدمت بزرگی به مردم کرده باشی که رأی بدن. به هر حال رفتم، هم در دور دوم هم در دور سوم این افتخار پیدا کردم که با رأی بسیار بالای مردم جیرفت نماینده اونها در مجلس شورای اسلامی بشم. با همون روحیه در مجلس ورود کردم به کمیسیون برنامه بودجه. به سرعت اطلاعات کلان کشور در دستم قرار گرفت. جنگ بود، مشکلات کشور زیاد بود، برنامه برای اداره کشور داشتن بسیار سخت بود، خصوصا در این که کشور در 1 سال گاهی اوقات کل درآمد ارزی کشور 7 میلیارد دلار میشد. برای بعضیا شاید شوخی باشه یک کشوری رو با 7 میلیارد دلار اونم در جنگ اداره کردن. دستمریزاد گفت به مدیران که اون زمان کشور اداره کردن. از اون 7 میلیارد دلار ما در کمیسیون بودجه یک رقمش به عنوان 4 میلیارد دلار میذاشیم در یک ردیف به عنوان بنیه دفاعی تأمین نیازهای جنگ. با 3 میلیارد دلار باید کشور اداره میکردیم. از اون 3 میلیارد دلار 2 میلیارد دلارش باید کالاهای اساسی کپونی اون موقع بود وارد میکردیم. با 1 میلیارد دلار باید کشور اداره میکردیم. این عدد 1 میلیارد توی ذهنتون باشه. در جای دیگه باید راجع به 120 میلیارد دلار اداره کشور در 1 سال صحبت بکنم. خیلی تفاوته. 1 میلیارد دلار 120 میلیارد دلار. کشور اداره شد، جنگ اداره شد، تصمیمات مهمی برای توسعه کشور گرفته شد. من در همون زمان که کمیسیون برنامه بودجه بودم فرمانده جنگ یک گروه 3 نفری به عنوان مشاور مالی جنگ انتخاب کرده بود. آقای عبدالله نوری رئیس گروه بود، بنده و آقای علی آقا محمدی عضو گروه بودیم. برخی از اعتباراتی که در اختیار فرمانده جنگ بود ما با جلساتی که با نیروهای مسلح می‌گذاشتیم بر اساس نیاز به اونها اختصاص میدادیم. واقعا روزهای سختی بود، خیلی دشوار بود. اداره کشور سخت بود ولی اطلاعات زیادی به دست اومد. کشور خوب اداره شد. دوران سازندگی فرا رسید. مهمترین مسئله این بود که منابع اداره کشور برای سازندگی ویرانی‌های جنگ کجاست؟ از کجا باید منابع تأمین کرد که هم ویرانی‌های جنگ ساخت؟ چند استان کشور ویران شده بودند. بخشی از مردم کشور به عنوان جنگ زده در استان‌های دیگه مستقر بودن. باید برگشت پیدا می‌کردن با استان‌های خودشون. زیربناهای کشور تخریب شده بود. برنامه اول سازندگی کشور نوشته شد. امام مأموریتی داد به سران قوه. اون موقع مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، رئیس مجلس، رئیس قوه و نخست وزیر. یک اصولی تدوین کردن برای برنامه توسعه کشور. ما به عنوان کمیسیون برنامه بودجه مجلس در واقع محور اصلی تدوین برنامه توسعه اول کشور بودیم. اولین بار بود که در برنامه توسعه بحث شد که باید از منابع خارجی استفاده بکنیم. خیلی ها در مجلس براشون باور کردنی نبود. منابع خارجی فکر میکردن این ضد انقلابه. سرمایه خارجی فکر میکردن این عبور از انقلابه. بله، مناطق آزاد، من
بحثی که در مجلس در گرفت که مناطق آزاد آورده بشه در قانون برنامه جز بحث‌های شنیدنی است. حتی امروز برخی از دوستان به قول معروف انقلابی چپ اون موقع که ما هم در همون طیف دسته‌بندی می‌شدیم مواضعی گرفتن که این بازگشت از خیلی از مسائل هست، ایجاد چنین مراکزی، استفاده از منابع خارجی و ایستاد کمیسیون برنامه بودجه و آقای هاشمی شد رئیس جمهور، کمک کرد استفاده از منابع خارجی برای ساخت کارخونه ها. در یه مقطعی میگفتن که برای نیروگاه خوبه از منابع خارجی استفاده بشی، چون همه میدیدن شب تو خونه میرن برق میره، برق قطع میشه، میگفتن برق نداریم چون سرمایه گذاری نشده نیروگاه نداریم، میگفتن خب اینجا میشه رفت از منابع خارجی استفاده کرد. ما بهشون میگفتیم جاهای دیگه هم خاموش شده شما نمیبینین، کارخونه لاستیک هم خاموش شده، لاستیک فقط وارد میشه، سیمان هم خاموش شده، سیمان داره وارد میشه، فولاد خاموش شده، فولاد داره وارد میشه. هیچ کشوری با منابع خودش این صنایع رو نمیتونه ایجاد بکنه، باید از منابع خارجی استفاده بشه. و اولین بار بود که اجازه داده شد در قانون بودجه که از فاینانس خارجی برای استقرار صنایع در کشور استفاده بشه و به فضل الهی صنایع مختلفی شکل گرفت. برخی از زیربناهای کشور ساخته شد، اتوبان‌ها راه افتاد، شروع شد، رسیدگی به بنادر شروع شد، وارد دوره اصلاحات شدیم. من در دوره اصلاحات چند نکته مهم میدونم که میخوام بهشون اشاره بکنم. من در دوره سازندگی بعد از مجلس سوم استاندار اصفهان بودم، به اون اشاره کنم بعد وارد دوران اصلاحات بشم. در اصفهان من یاد گرفتم که چگونه می شود با گروه‌های مختلف سیاسی کار کرد و کار کشور پیش برد. اصفهان تقریباً به تعبیر یکی از بزرگان اصفهان که الان مرحوم شدن میگفت مرکزی است که از اینجا موشک‌های اختلاف به سراسر کشور شلیک میشه. اون موقع اصفهانی‌ها در مرکز قدرت خیلی حضور داشتن، در جناح‌های مختلف هم حضور داشتن. ما رفتیم اونجا، یاد گرفتیم از علمای اصفهان، یاد گرفتیم از مردم با فرهنگ اصفهان، از مردم دوست داشتنی اصفهان که چگونه میشه گامه‌های بلند در توسعه کشور برداشت. خیلی از طرح‌های بزرگی که الان در اصفهان اجرا شده یا اجرا داره میشه یادگار اون دوران هست. همه اخیراً به عنوان معاون اول رفتم ورزشگاهی در اصفهان استفاده کردم که وقتی استاندار اصفهان بودم کلنگش زده بودم. طول کشید تا تمام شد. یک سبک مدیریتی در اصفهان یاد گرفتم و اون که همه مسائل کشور میشود با گفتگو و با قانون حل کرد. میشود با تفاهم به بحران‌ها رو به مسئله تبدیل کرد و بعد حلشون کرد. یک نمونهش یه وقت در استانداری بودم، دوستان وزارت اداره کل اطلاعات بهم خبر دادن که آیت الله منتظری تصمیم گرفته بیاد نجف آباد. خیلی چیز عجیبی بود. بالاخره ایشون از سال 68 از مقام رهبری برکنار شده بودند. اتفاقاتی از 68 تا 74 در قم و نجف آباد و اصفهان پیرامونشون افتاده بود. فکر می‌کردیم که وارد یک بحران بزرگ شدیم. حضور ایشون در اصفهان و در نجف آباد میتونه مشکل ساز باشه. جلسات گذاشتیم. من به عنوان رئیس شورای تأمین استان مسئولین امنیتی استان خواستم. عده‌ای پیشنهاد میدادن بریم در ورودی اصفهان راه رو ببندیمشون برگردونیم، نگذاریم بیاد استان. عده‌ای روش‌های دیگه پیشنهاد میدادن. نهایتاً به این جنبندی رسیدیم هیچ مشکلی در آمدن ایشون به وجود نیاریم. مذاکره کنیم. ایشون میخواد بیاد نجف آباد، علاقمند زیاد داشت در نجف آباد. ما از حضور ایشون در نجف آباد استقبال کردیم. چون نجف آباد 3 روز اومدن ماندن. مردم نجف آباد علاقمند بودن، صف کشیدن، با ایشون دیدار خصوصی داشتن. روز آخر اعلام کردن میخوام سخنرانی کنم. به فرماندار گفتم هر جا دوست داره مقدمات سخنرانی براش فراهم کنه. سخنرانی کرد. اون سخنرانی کمترین حاشیه‌ای برای جمهوری اسلامی نداشت. مردم به دین، به تقوا، به ارادت به امام رضا علیه السلام دعوت کرد و برگشتن.
من بعد فکر کردم که همه مشکلات کشور میشود اینجوری حل کرد. ما خودمون مسائل ساده کشور به بحران تبدیل میکنیم، بعد میگیم نمیتونیم حل بکنیم. و مثال از این دست زیاد دارم در اون دوره راجع به اصفهان که فرصت گفتن و پرداختن بهش نیست. در دوره اصلاحات گام‌های بلندی برداشته شد. کشور وارد دوره جدیدی از توسعه قرار گرفت. معتقدم برنامه سوم توسعه کشور بهترین برنامه از نظر تدوین و بهترین برنامه از نظر عملکردی در تاریخ جمهوری اسلامی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بوده. همه برنامه‌ها رو به دقت هم برنامه‌ها رو مطالعه کردم، هم آثار عملکردیشون در جریان هستم. یه برنامه موفق و جالبه که این برنامه نویسندش مجموعه دولت آقای سید محمد خاتمی است، تصویب کنندش مجلسی است که آقای ناطق نوری رئیسش است. دو تا رقیب انتخاباتی. فهم و عقلانیت این مجموعه به این نقطه میرسونه که ما میخوایم ایران پیشرفت بکنه، برنامه بنویسیم که ایران پیشرفت بکنه. در دولت گروه اصلاح طلب برنامه مینویسن، در مجلس گروه اصولگرا برنامه رو تصویب میکنن، اجرا میکنن، میشه موفق ترین برنامه کشور. تمام شاخصهای عملکردی برنامه مثبته. فضای سیاسی کشور فضای امیدوار کننده است، همه با هم کار میکنن. فضای فرهنگی کشور، هنرمندان کشور احساس امنیت و آرامش میکنن و فعالیت‌های جدی انجام میدن. مردم مشارکت میکنن در مباحث، جوانان احساس شخصیت میکنن، حضور دارن در مباحث، دانشگاه‌ها سرزندن، با نشاطن. به همین دلیل مقام معظم رهبری وقتی شاخصهای عملکردی برنامه سوم دیدن، من 5 سال وزیر صنعت بودم، 3 سال وزیر معادن و فلزات بودم، بعد ادغام شد وزارت صنایع و معادن، من شدم وزیر صنایع و معادن. شکوفاترین دوران بخش صنعت کشور قطعا اون دورانه. 5 سال به طور مستمر رشد صنعت 2 رقمی است، 10%، 12% تا 14%. جمعی در وزارت صنایع داشتیم به نام مشاورین بخش خصوصی. من تقریبا میتونم بگم هیچ موضوعی از وزارت صنعت به دولت به مجلس پیشنهاد نمیشد مگر که مشاورین بخش خصوصی وزیر صنعت میدید و تایید میکرد. اینجوری با بخش خصوصی کار میکردیم. راهبرد توسعه صنعتی نوشتیم، فکر کردیم آماده شده که خیز صنعتی شدن ایران برداریم. حساب ذخیره ارزی درست کردیم که بخشی از درآمد نفت در جای نگهداری کنیم برای روز مبادا، برای روزهای سخت اگر یه وقتی پیش بیاد. خیلی تصمیم‌های مهم می‌گرفتیم. ارز تکنرخی شد، رانت از بین رفت. دیگه اینجور نبود که هر که دسترسی پیدا بکنه به یک ارز با نرخ پایین‌تر به قول معروف بلیتش برنده بشه و از یک رانت بزرگ برخوردار بشه. در وزارت صنایع و معادن مهمترین مسئولیت و رسالت هم این بود که گلوگاه‌های فساد شناسایی کنم، برطرف بکنم. مدیر هر چند حزب اللهی، هر چند متدین، وقتی میذاشتی پشت یک میزی یک مهر میدادی دستش، میگفتی بخش خصوصی بهت مراجعه میکنه، بررسی کن، تایید کن، بهش بده. یک مهری بود به نام مهر عدم ساخت. هر کس میخواست وارداتی انجام بده، حالا با واسطه بی واسطه، که معمولاً با واسطه، چون اون جایی که رانت به وجود میاد بی واسطه ها کاری نمیتونن بکنن. اونایی میتونن کار کنن که دستشون به کسی میرسه. میومدن در وزارت خونه مجوز میگرفتن این تعداد کالای صنعتی وارد کنن، این تعداد کالای دیگه وارد کنن. بالاخره این کارشناس متدین ما 1 بار 2 بار 10 بار این مهر میزد، میگفت که با هر مهر من چند صد میلیون تومان به قیمت اون روزا پول رفت تو جیبی و من 200,000 تومان حقوق میدم، 300,000 تومان حقوق میدم. یواش یواش میشد هدیه بگیره، سفر بره. به خدای نکرده برخی از مدیرای خوب کشور آلوده میشدن. باید این گلوگاه‌ها شناسایی میشد، حذف میشد. در یک تصمیم انقلابی کارساز برای کشور گفتیم واردات از مهر عدم ساخت نجات پیدا بکنه، صرفاً با تعرفه انجام بگیره. هر کس میخواد بره وارداتش انجام بده، تعرفه مشخصه، با همون میزان باید پول به دولت پرداخت بکنه.
برای تدوین تعرفه‌ها همه ذی‌نفع‌ها دخیل بودن. حقوق مصرف کننده باید در تدوین تعرفه رعایت بشه، حقوق تولید کننده باید رعایت بشه، حقوق دولت باید رعایت بشه. میلیاردها تومان به درآمد دولت اضافه شد. علامت‌های مشخصی به سرمایه‌گذار داده میشد که در ایران این رشته صنعتی مزیت داره، میشه در اینجا سرمایه‌گذاری کرد. وقتی یک کالایی با تعرفه کم در مقابل کالای خارجی مقاومت میکنه، معنیش اینه که این کالا در این کشور تولیدش مزیت داره. یک کالایی هم مثل خودرو اون موقع اولین تعرفه‌های ما گذاشتیم، یادم میاد حدود 270% بود. خب معلومه که این باید همجور زیر بغلش گرفتیم که راه بره، باید حتما متحول بشه. این علامت‌های دقیق داده میشد. من فکر میکنم که اون دوران وقتی که این شاخص‌ها مثبت شد، تصمیم گرفته شد یک افق بلند مدت‌تری برای کشور روشن بکنه. رهبری چشمانداز 20 ساله برای کشور روشن کردن. گفتن ایرانی که ما داریم در 20 سال آینده چنین ایرانی است. ایرانی است پیشرفته، ایرانی است که از نظر منطقه قدرت اول اقتصادی منطقه، از نظر علمی قدرت اول علمی منطقه، تأثیرگذار. و چند جمله‌ای که برای هر ایرانی افتخار بود که چنین ایرانی رو برای خودش ترسیم بکنه، بگه ما می‌خوایم به این ایران برسیم. متاسفانه دوره جدیدی اتفاق افتاد. البته یک جمله تلخی یکی از برنامه‌نویس‌های مشهور دنیا داره، میگه که توسعه در جهان سوم حرکت پاندولی داره، میره به یه نقطه‌ای میرسه، به جای اینکه بره بالا برمیگرده. امیرکبیر میخواد توسعه شروع بکنه، کشته میشه. یکی دیگه میخواد توسعه شروع بکنه، بدنام میشه. هم در داخل هم در خارج، مخصوصا در خارج. و محضی میبینن این کشورهایی در حال توسعه، حرکت توسعهشون شروع کردن، دارن میرن به قله ها برسن، با یک ترفنده هایی بعضا سعی میکنن با بررسی های روانشناسی روی نیروهای مردمی ببینن روی چه نقطه‌ای باید دست بگذارن که بتونن چهره‌های اصلی توسعه کشور در بین مردم بدنام بکنن. متاسفانه دوره جدیدی شروع شد که در این دوره بنده در کنار بودم، در هیچ مسئولیت دولتی نبودم، نگاه میکردم. البته تلاش کردم که برای اینکه از ملتم فاصله نگیرم یک ماهنامه درست بکنم به نام صنعت و توسعه، تجربیات خودم منتقل بکنم، حتی با همون مدیرانی که به جهت سیاسی با هم اختلاف داشتیم، بگم تو اینجاها اشکاله، اینجاها باید اینجوری حرکت بشه. دوستان و مشابهی که داشتیم ازشون نظرخواهی کنم، نظراتشون منتشر بکنم. بد شد، مسیر توسعه کشور منحرف شد، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های مادی کشور نابود شد. 700 میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چگونه هزینه شد. تأسف انسان باید بخوره. انسان از این قصه اگر بمیرد جای سرزنش نداره. چی شد با این کشور این کار کردن؟ مگه این مردم چه بدی کرده بودن؟ ایران چه جرمی انجام داده بود که اینجوری باش برخورد شد؟ با منابعش اینجوری برخورد شد، با نیروی انسانیش اینجوری برخورد شد. یک مورد، ما یک میدان گازی مشترک داریم با قطر. ایران چند میلیون جمعیت داره، سابقه ایران، ملت ایران، تمدن ایران. کشور مقابل چند صد هزار نفر جمعیت داره. ما میگیم مشترک، نصف شما نصف ما، ولی نمیشه جلو اون گرفت گفت تو آقا کار نکن چون ما نمیتونیم کار بکنیم. ما در سال 1384 از این میدان مساوی برداشت میکردیم. در سال 1392 متاسفانه اونها 2 برابر ما برداشت میکردن. غارت میکردن حق ملت ایرانه. در بقیه میادین مشترک هم همینجور بود. ارز میرفت بالا در داخل کشور، فکر میکردن که راه این که ارز بیارن قیمتش پایین، ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار، 1 میلیارد یادتون میاد در دوران جنگ گفتم کشور باش اداره میشد،
22 میلیارد دلار در بازار دبی، بازار استانبول فروختن که قیمت ارز در تهران بیاد پایین. 30% یه صرافی فروخت. البته پرونده شد، دستگیر شدن افراد، نمیدونم سرنوشتش چی شد. اینجوری منابع کشور، یه ایرانی اگه بخواد از فرودگاه بره خارج از کشور جیبش میگردن 5000 دلار نباید بیشتر از کشور خارج بکنه. هر ارزی میره بیرون باید به جاش یه کالایی وارد کشور بشه. میتونه یه کشوری بگه من ارزم میدم ببرن بیرون؟ ارز ما به ازا باید بیاره برای کشور. از این تصمیم‌ها زیاد گرفته شد. واقعاً یک آواری بر سر اقتصاد کشور خالی شد. تو سیاسیش هم همین بود. کی فکر میکرد نیروهای انقلاب، فرزندان رهبری رو در روی هم قرار بگیرن؟ اتفاقات عجیبی است. گفتنش خیلی تلخ و دردآوره، نگفتنش هم ممکنه که بعضیا فکر کنن حالا یه دوره بود تمام شد، مردم هم فراموش کردیم، میتونیم رنگ عوض کنیم به یه شکل دیگری بیایم جلو. نه، مردم ایران به هوش باشید، مردم ایران مواظب باشید. تاریخ این گونه نباید تکرار بشه. ما نسلی هستیم که حضور داشتیم، دیدیم. بگذاریم سال 92 شد، مردم ایران دیگه تلاطم سال 91 و 92 دیدن. ارز لحظه‌ای بالا میرفت. سکه وقتی دولت 84 تحویل گرفت 90,000 تومان بود، وقتی تحویل داد 1.5 میلیون تومان بود. دلار وقتی تحویل گرفت 800 تومان بود، تحویل داد حدود 4,000 تومان بود. این همه پول خرج شد. اشتغال میگین مسئله اصلیه. میگه برخی از دوستانی که میگن از همون گروه نیستن که میگن اینقدر شغل ایجاد میکنیم. اون موقعی که اون پولا خرج شد سال 1384 کل شاغلین کشور 22 میلیون و 600 هزار نفر بوده طبق آمار مرکز آمار ایران. فکر میکنید سال 1391 بعد از حدود 7 سال شاغلین چقدر اضافه شده؟ اونا که همیشه هر سخنرانی میکردن میگفتن که 2 سال دیگه بیکاری ریشه‌کن میشه، 2 سال دیگه بیکاری نخواهیم داشت. سال 1391 طبق آمار مرکز آمار ایران شاغلین کشور 22 میلیون و 600 هزار نفر. یعنی خالص ایجاد اشتغال 0. اینم یه نوع مدیریتی، البته باید دانشش نوشته بشه، منتقل بشه، حداقل درس عبرت میشه برای یه جایی که میشه این حجم منابع خرج کرد، اینقدر شغل ایجاد کرد. ما وقتی شروع کردیم باید آواربرداری میکردیم. من این مثال بزنم. پلاسکو آتش گرفت، سوخت. من شاید اولین نفری بودم با آقای شهردار زنگ زدم که آقا خبر شبکه خبر داره میگه یه ساختمان اینجوری سوخته. معلوم بود در یه جای خارج از تهران بود، داشت میرفت. گفت من میرسم. گفتم هر وقت رسیدین خبر بدین منم بیام ببینم. اینش تکش کار ندارم، میخوام این بگم پلاسکو در عرض 2 ساعت آتش گرفت، در عرض چند ثانیه ریخت، در عرض چند روز آواربرداری شد، در عرض چند سال ساخته میشه. این که دیگه یک نمونه عینیه. یک اقتصادی فرو ریخت. این تورمش، این اشتغالش، رشد منفی 6.8%، اینا شاخصهای سلامت پابرجایی اقتصاده. باید آواربرداری کرد. ماشین اقتصاد کشور از دره اومده بیرون. اینه من با قاطعیت خدمت مردم میگم. ولی این ماشین داغون شده، چرخ نداشته، باید اصلاح میشده، باید در مسیر جاده توسعه دوباره قرار میگرفته. الان در مسیر توسعه ما قرار گرفتیم. ما در این توسعه اقتصادی موفق شدیم در طول این دوران تورم از 40% به حدود 6.8% کاهش بدیم. این برای خیلی ها باور کردنی نبود.
به همین دلیل هم امروز کسی راجع به تورم و گرانی اصلا حرف نمیزنه دیگه. نمیاد دیگه به ما به دولت بدین، ما باز تورم میاریم پایین. چون کاری شد کارستان. رئیس جمهور خودش وقت گذاشت، هفته‌ای 2 جلسه اقتصادی گذاشت. رونق شروع شده، رشد اقتصادی در سال جاری بالا رفته، فضای بین المللی مثبت شده. فکر میکردن که برجام امکان نداره که در گفتگو ما بتونیم با غربی‌ها به توافق برسیم. تیم قوی هسته‌ای شکل گرفت، رئیس جمهور روش وقت گذاشت، مقام رهبری با هدایتاش و راهنماییاش کار دست گرفتند. ما به همه اهدافمون در برجام رسیدیم. ما ایران هراسی رو به ایران دوستی تبدیل کردیم. ما ریسکای مهمی از ایران دور کردیم. بگه یادمون رفته به بهانه تحریم چه فسادهایی که در این کشور اتفاق نیفتاد، چه منابعی که از این کشور هدر نرفت. چقدر این ملت ایران باید هزینه بلد نبودن مدیریت ما پرداخت بکنن. چرا ما به این ملتی نباید توجه بکنیم که تا کی باید اینا هزینه‌های کار نابلدی یه عده پرداخت بکنن. این ریسکا برطرف شده. دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌های غربی و شرقی برای کار کردن با ایران آغاز شده. آمریکایی‌ها یکی از جستاشون این بود که یک هواپیما به ایران داده نشه. چرا اونا اصرار کردن به ما هواپیما بدن؟ چرا شرکت آمریکایی میاد با شرکت‌های ایرانی مذاکره میکنه و پیگیری میکنه که چرا خبری نمیکنین که ما با شما توافق کردیم که به شما هواپیما بده شرکت بوئینگ؟ اونا پیگیری کار با ایرانن. اونا جایگاه ایران میدونن چیه. ایران کشور بزرگی است. ملت ایران، شما صاحب بزرگترین تمدن جهانی هستین. شما ملت تأثیرگذاری در سطح بین المللی بودیم. مردم دنیا به تمدن ایرانی افتخار میکنن. ما باید کاری بکنیم که ایرانی در هر نقطه از دنیا هست به ایرانی بودن خودش افتخار بکنه. راه‌های مختلف باز شده، منابع خارجی داره میاد، حرکت اقتصاد شروع شده، صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده. 2 سال 94 و 95 میزان صادرات غیر نفتی کشور از میزان واردات کشور افزایش پیدا کرده، فزونی گرفته. در تاریخ ایران بی سابقه است. نفت میفروختیم، کالا وارد میکردیم. حالا کالا صادر میکنیم، کالا وارد میکنیم. این کم افتخاریه؟ همه کار برای توسعه کشور مهیا شده. مهمترین سرمایه کشور مدیریته. قدر مدیران توانمندتون بدونین. نگذارین مدیران توانمندتون با اتهامای ناروای دروغ اونا رو از صحنه بیرون بکنن. چطور شد یه دفعه تصمیم گرفتین در فضای مجازی خونه مدیران دولت نشون بدین؟ بعضیش هم دروغ راجع به خود من خونه همسایه خونه کسی دیگه رو نشون دادن به عنوان خونه من. خب اگه قرار است نشون داده بشه که خوب نشون داده بشه. بنده با شفافیت کامل مسئولین از نظر مالی موافقم، ولی همه 3 قوه نیروهای مسلح همه در یک شفافیت اتاق شیشه‌ای قرار بگیرن. خونه‌های همه نشون داده بشه کجا دارن زندگی میکنن. چه اشکالی داره؟ مردم بدونن مسئولینشون کجا زندگی میکنن. ما به هر حال باید در دولت آینده که بنده اسمش گذاشتم دولت امید و آینده، مهمترین سرمایه این کشور امیده. ما با امید میتونیم آینده ایران خوب بسازیم. از نظر اقتصادی باید تداوم بدیم رشد اقتصادی کشور. باید ایجاد اشتغال بکنیم. برنامه‌های بسیار دقیقی برای توسعه اشتغال تهیه شده. منی که میگم این برنامه کارنامه من در وزارت صنایع در ایجاد اشتغال. در همین دولت سالی در 2 سال اخیر حدود سالی 650,000 شغل ایجاد شده. ما که میگیم این کارنامه رو هم نشون میدیم. میگیم با این کارنامه میتونیم شغل بیشتری ایجاد بکنیم. از نظر اجتماعی باید اقوام در جاهای مختلف ایران احساس همبستگی و انسجام بکنن. کرد و بلوچ و سنی و شیعه و آذری و فارس و
همه یکی هستیم، ما همه ایرانیم، همه برای ایرانیم. ایران متعلق به همه ایرانیان است. هیچ کس نمیتونه یک ایرانی به دلیل اینکه قومیت دیگری است، مذهب دیگری است، گرایش دیگری داره از ایرانی بودنش محروم بکنه، از حقوقش محروم کنه. زنها در ایران مظلومترین قشر جامعه ما هستن. نه حرمتشون رعایت میشه، نه حقوقشون رعایت میشه. زنها باید در نیمی از مدیریت کشور سهیم باشن، در نیمی از اقتصاد کشور سهیم باشن. کجای دنیا نیمی از جمعیت جوان فعال تحصیل کردهش در میدان اقتصاد حضور ندارن؟ هر جام رفتن نشون دادن که انسان‌های توانمندی هستند. خوشبختانه در این دولت ما سفیر زن داریم، ما فرماندار زن داریم که رفت در منا شهید شد، به سنی هم بود اتفاقا. در خیلی از استان‌های مرزی من رفتم، خانم‌هایی دیدم که فرماندارن، مدیر کلن در سطوح عالی کشور. باید این شرایط به وجود بیاریم، باید جوانانمون به رسمیت بشناسیم، حقوق جوانان به رسمیت بشناسیم، آینده خوب برای جوانان درست بکنیم. از هر نظر رویکرد اصلی کشور استمرار عقلانیت و تدبیر در اداره کشور باید باشه. باید برای کارهای سخت انسانهای بزرگ باشن، تصمیم گیری کنن. من یک بار دیگه گفتم کارهای سخت کشور نیازمند انسانهای بزرگ برای تصمیم گیریه. روزی که تصمیم گرفتن که جنگ تمام کنن، انسانهای بزرگ قادر بودن که این تصمیم گیری بکنن. بله یه عده بعدش نقد کردن، ولی کی میتونه بگه که ما میتونستیم دوباره به جنگ برگردیم؟ روزی که برجام تصمیم گیری شد، تصمیم بزرگی گرفته شد، کی میتونه بگه ما دوباره به تحریم ها برگردیم؟ چرا برگردیم؟ ما باید به آینده بیشتر مثبت نگاه بکنیم. من به برخی از اولویت‌های دولت آینده در بخش‌های مختلف اشاره می‌کنم. یکی در توسعه فناوری و توسعه ساخت داخل کشور. فناوری مهمترین شاخص رشد اقتصادی آینده است. اصلا دانش در اقتصاد آینده حرف آخر را خواهد زد. ما باید این نهضت توسعه علم و فناوری به صورت جدی دنبال بکنیم. پایگاه توسعه علم و فناوری دانشگاه هاست. دانشگاه ها باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرند. امنیت دانشگاه، حرمت دانشگاه، استقلال دانشگاه باید به صورت جدی رعایت بشه. قانونی است که همه نخبگان علمی کشور جمع شدن. ما اون جایی که گره پیدا کردیم به دانشگاه مراجعه کردیم، دانشگاه گره‌های ما رو باز کرد. همین اخیراً ما یه مشکلی در سد گوتوند داشتیم، انواع و اقسام پیشنهاد داده میشد. من در جلسه شورای عالی آب گفتم بدیم این کار به دانشگاه تهران برای ما بیاد حل بکنه. نشستن دانشگاهی‌ها با تیم خودشون ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها مشورت کردن، 2 پیشنهاد آوردن روی میز دولت گذاشتن، گفتن این پیشنهاد برای عبور از این بحران. احسنت، این میشه روش کار کردن، این میشه استفاده از دانشگاه در حل گره‌های کشور. باید توسعه صادرات برای حمایت از تولید داخلی کشور هدف قرار بگیره. توسعه صادرات نیازمند سیاست‌گذاری است، نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی با دنیاست. بعضیا فکر میکنن که همینجور ما کالامو تولید بکنیم دنیا نوکر ماست، میاد بازارش میده ما میفروشیم. نه آقا، همینجور که ما میگیم بازار داخلیمون خیلی مهمه، باید ازش حفاظت بکنیم، همه دنیا همین حرف میزنه راجع به بازار خودش. ما با دیپلماسی فعال باید بریم توی بازار دنیا ورود پیدا بکنیم، بتونیم 50 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، بتونیم اینو برسونیمش به یک عدد بالاتری. باید گردشگری در ایران توسعه پیدا بکنه. ایران همه استعدادها برای اینکه یکی از 10 کشور اصلی هدف گردشگرای دنیا بشه واقعا داره. هم از نظر المانهاش، هم از نظر طبیعتش ایران از هر نظر این شایستگی داره. فقط باید بریم به سمتی که گردشگر خارجی جذب کنیم، خصوصا گردشگری‌های فرهنگی که به قصد زیارت میان
میلیاردها دلار اینا پول با خودشون میارن تو ایران خرج میکنن، اقتصاد ایران را میندازن، اشتغال ایجاد میکنن. باید صنایع دانش بنیان هدف گذاری بکنیم. دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری درست کردن، کریدورهای علم و فناوری متصویب کردیم در شورای تحقیقات. اینا میتونه مرکز اشتغال نیروهای دانشگاهی کشور باشه. آیتی و آی سی تی معجزه میکنه در توسعه کشور. جوانان ایرانی که در حوزه آیتی و آی سی تی در خارج از کشور فعالیت اقتصادی دارن، شرکت‌های کوچکشون امروز چند صد میلیون دلار ارزش داره. اینا میتونن بیان تو داخل کشورشون همین شرکت‌ها با اشتغال فراوان برای خواهران و برادران عزیز خودشون در داخل کشور ایجاد بکنن. ما باید بذاریم شرکت‌های به قول معروف استارتاپ ها را بیفته. به بهانه‌های واهی گیر ندیم به این دانشجوهای و این نخبگان علمی کشور. بگذاریم اینا بیان در کشورشون کار بکنن. چرا برای اینا محدودیت درست میکنیم؟ چرا با یک مهری که این ممکنه هدف دشمن باشه مانع کار اونها بشیم؟ دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور به فضل الهی از چنان اقتداری برخوردار هستن که دشمن کمترین حرکتی در حوزه امنیت ایران نمیتونه انجام بده. ما به خودمون اطمینان داریم، ما به نیروهای امنیتیمون اطمینان داریم. توسعه شبکه‌های حمل و نقل، ریلی، جاده‌ای، هوایی و این دستگاه‌های حمل و نقل فرسوده‌ای که امنیت ملت به خطر انداخته باید یکی بعد از دیگری از چرخه حرکت خارج بشن. مردم خانواده ما هستن، باید در یک ماشین امن، در یک راهن امن، در یک هواپیمای امن بتونن مسافرت بکنن. حوزه نفت و گاز باید به شدت توسعه داده بشه. 200 میلیارد دلار تهیه شده در حوزه نفت و گاز. باید حتما بتونیم این طرح رو انشالله دنبال کنیم. در حوزه کشاورزی کارهای بزرگی باید انجام بگیره. کشاورزان ایران نشان دادن یک بار در دوره اصلاحات با یک اراده دولت به خودکفایی گندم رسیدن، بعد دوره بعد تا 6 میلیون تن گندم وارد شد، دوباره بعد که دیدن دولت مصممه که خودکفایی گندم باشه، باز اومدن ظرف 2 سال کشور بی‌نیاز کردن از واردات گندم. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. اینجور به فکر کشورتون هست. در حوزه آب، در حوزه محیط زیست، در حوزه‌های مختلف توسعه سواحل مکران جز مهمترین طرح‌هایی است که ما باید داشته باشیم. 1 کیلومتر از این سواحل دریای عمان در اختیار هر کشوری بود به یک کانون مهم توسعه تبدیل میشد. و صدها کیلومتر ما سواحل ارزشمند داریم اونجا و مردمی محروم. متاسفانه ما امیدوار هستم که فرصت‌های دیگری بتونم برنامه‌ها رو بیشتر توضیح بدم و امیدوار هستم که بتونم کمکی بکنم به آگاهی بیشتر مردم بتونن با آگاهی بیشتر دست به انتخاب بزنن و انشالله دولت کارآمدی شکل بگیره. هر دولت کارآمدی که مردم تشکیل بدن، از هر جریان سیاسی و از هر تفکری باشه، همه ایران باید کمک بکنن که بتونن از این چالش ها عبور بکنن. انشالله موفق و سربلند باشین با امید پیروزی و سربلندی ایران.